بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس بسم الله شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. بابا نوروزی گل دستای دوا کن، بابا نوروزی برای ما دعا کن، بیا از پشت ابرا تو خورشید صدا کن، بابا نوروزی همیشه زنده باشی. زمین ها را از گندم بارور کن، بشوی از روی گلها گرد غم را، زبارانت هوا را تازه تر کن، دعا کن سبز باشه زمین و گندمایش، بغیر از رنگ شادی نبینه آدمایش، دعا کن سبز باشه زمین و گندمایش، بغیر از رنگ شادی نبینه آدمایش. بابا نوروزی گل دستای دوا کن، بابا نوروزی برای ما دعا کن، بیا از پشت ابرا تو خورشید صدا کن، بابا نوروزی همیشه زنده باشی. بهترین و شیرین ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استودیو به یادماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلمبرداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. ساخت متفاوت ترین کلیپ های استودیویی یا فضای سبز با کیفیت فول HD،
تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوباک، آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری، تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604 710 66 62 در تماس شوید. به نام ایزد متعال. آمدد نوروز و آمد جشن نوروزی فراز، آمدد نوروز و آمد جشن نوروزی فراز، کامگارا کار گیتی تازه از سر گیر باز. آمد بهار جانفزا با بوی‌ها، با رنگ‌ها، با گریه‌ها، با خنده‌ها، با صلح‌ها، با جنگ‌ها. سلام و درود بر شما وطندارای گرامی. محفل امروز را که به مناسبت بزرگداشت نوروز و روز زن ترتیب شده آغاز میکنیم. گویندگان این برنامه اکرم رضازاده و فاطمه آقا. ما امیدواریم برنامه‌هایی را که برای شما در نظر است باعث خوشی و سرگرمیتان شود. خامخا کمی و کاستیه های در این برنامه ها وجود خواهد داشت. انتظار میره و امیدوار هستیم که شما کاستیه های ما را نادیده بگیرید. ما به انتقادات سازنده شما احتیاج داریم تا در راه بیبود کارهای ما کمک شده بتواند. نوروز سال 1396 خورشیدی را به همه وطنداران عزیز و خاصتاً برای مردم رنج دیده و بلا کشیده افغانستان از طرف خود هیئت مدیره اتحادیه افغانها، ارگانهای دیگری که در این محفل با ما مشترکاً اجرای برنامه می کنند صمیمانه تبریک می گوییم. آرزوی بهروزی، بهزیستی و شادکامی همه هموطنان را داریم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. تشکر جناب رضازاده. اسمی که همه شما مطلع هستین، برنامه امشب به همکاری اتحادیه افغانهای بریتیش کلمبیا و گروه فرهنگی موج برگزار شده که شما امشب مهمان ما هستید. تشریف‌آوری شما را خوش آمدید میگیم. قدم رنجه کردین، زحمت کشیدین. تشکر. انشالله که برای شما خوش بگذره. در تیم کاری امشب ما برنامه ها رو به دو قسمت برای شما تهیه دیدیم. یکی مسلما قبل از نان هست و باز برای صرف غذا میریم و باز برنامه دیگه ما بعد از شام شروع میشه. انشالله که نان خورده دیگه نرین، باز بمانیم برای بعد از شام. برنامه های ما با سرود ملی کشور عزیز ما افغانستان آغاز میشه.
و بعد از بیانات و سخنان جناب رئیس محترم اتحادیه جناب آقای راتب رحیمی مستفیض میشیم و در ادامه همکار عزیز ما جناب محترم آقای رضا ثنا صحبتی با شما دوستان دارن. خانم نجیب احمدزی شعر را به زبان پشتو برای شما قرائت میکنن. خانم سهیلا جان اطمینان شعر دارن در مورد نوروز و روز زن. آقای رویان بریمن همراه شما صحبت میکنن. آقای عزیز فاریابی همراه شما صحبتی دارن و بعد برنامه‌های ما ادامه پیدا میکنه با شعرخوانی جوانان عزیز ما که به صورت انگلیسی برای شما شعر میخوانند. کسی نیستن غیر از صابرجان هاشمی و آقای روشن. و برنامه مخصوص اسپشیال داریم که فکر میکنیم برای دفعه اول شما امشب شاهد از او هستین. برنامه مخصوص اطفال هست که چند تا از قندلک‌های ما نام خدا یک برنامه رو جور کردن که انشالله مورد استقبال شما عزیزان قرار بگیره. وقتی که میاین باید خوب اونا رو تشویق کنیم انشالله. و طبق معمول به همه جا افغان هستیم. رقص ملی افغانی اتن برای شما در نظر گرفتیم انشالله که لذت ببرین. و بعد از او باز میریم انشالله با آقای جناب محترم استاد قیام و همکاران عزیزنا جناب استاد یما شپون و دیگر همکارانشان برای شما چند قطعه رباب می نوازن. قطعه نوروزی دارن و بعد باز میریم برای صرف شام. در کنار از اون ما برنامه‌های زیاده داریم. اهدای گفت داریم، قطعه کیک داریم، دیگه چی داریم؟ خیلی داریم. خیلی برنامه داریم. بگم دیگه خسته میشین. و بعد از شام میریم انشالله برای برنامه سمنک. یا برنامه سمنک خوش دارن؟ آمدن که برنامه سمنک ببینن؟ بابا خدا. انشالله که برنامه سمنک برای شما تقدیم میکنیم و برنامه ما ادامه پیدا میکنه تا ساعتی از بامداد با موزیکی که استادای گرامی ما جناب استاد محترم مجید قیام برای شما در نظر دارن. جناب محترم داوود جان فقیری برای شما برنامه‌های تدارک دیدن و انشالله میریم تا گل صبح دیگه با شما میشینیم و میگیم و میخندیم انشالله با امید خدا. خیلی خوب، وقت بیشتر نمیگیریم. برنامه امروز با سرود ملی کشور عزیزم افغانستان آغاز میکنیم. از همه شما عزیزان، مهمانان، سروران خواهش میکنیم که به افتخار کشور عزیزم افغانستان به پای ایستادین و سرود ملی همراه همدیگه میشنویم. یک بار دیگر تشریف آوری شما عزیزان را در این محفل باشکوه خیر مقدم میگم و از آقای احمد راتب رحیمی تقاضا میشه تا روی استیج تشریف بیارن
و سخنانی که با شما دارند ارائه بدم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی‌نیاز. مهمانان عزیز، نخست از همه تشریف‌آوری شما را در محفل امشب که به مناسبت روز زن و حلول سال نو می باشد خوش آمدید می گویم. امیدوارم در کنار هم از این شب باشکوه لذت ببرید و شب نافراموش‌شدنی و خاطر انگیز باشد. روز خجسته زن را به همه زنان هموطن و جهان با قلب سرشار از محبت و ارادت شاد باش می گویم. کاش برادران ما در این روزهای شادمانی روشنی و عشق را آذینه دلایی شان کنند و نگذارند مادران، همسران، خواهران و دختران عزیزشان از محبتشان محروم بماند. با امیدی که همه زنان جهان که نیمه از پیکر جان را تشکیل میدن با خوشبختی و سرفرازی به سر ببرند. همچنان نوروز باستانی را به تمام هموطنان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می دارم. هزاران سال پیش ساکنین سرزمین آریانا که شامل افغانستان، تاجیکستان و ایران می بود، روز اول سال و آغاز بار را با برگزاری مراسم خاص و تمام با سرور و شادی جشن می گرفتند و سال را که پیش رو داشتند با فال نیک آغاز می کردند. از روزگاران قدیم تا کنون ساکنین این سرزمین های باستانی قدرشناسی و بزرگداشت بهار را داشتند و این روز تاریخی را فراموش نکرده و در عرص و زمان تجلیل کرده‌اند. بدون شک بزرگداشت از نوروز نمایانگر پاسداری از فرهنگ بزرگ و پربهای نیکگان ماست و کار است در خور ستایش. اما اگر این بزرگی‌ها تنها جنبه نمادی داشته باشد و قلب‌هایمان بپذیرد روز نو و بهار نو و زندگی نو است. اما بیهوده خواهد بود یکی از مواردی که جامعه ما از دیر زمان ضرورت به دور انداختن پندارهای کهنه و پذیرش رویکردهای نو انسان منش را در این اساس می کند. رویکردهای یک نیمه جامعه که در برابر نیمه دیگر آن این رول پیکار همچو موریانه سالهایی است که جسم و روان جامعه ما را می خورد و بدنش را به پیکر نیمه فلج مانند کرده است که نمیتوان قدم به پیش گذاشت. با امید روزی که این همه بغض، کینه و تنش‌ها از بین برده شود و جایش را دوستی، محبت و صمیمیت بگیرد، با روزوی اتحاد و اتفاق همه ملت عزیز ما افغانستان، با امید صلح و صفا در وطن محبوب ما افغانستان و در آخر از شما وطنان گرامی آرزومندم تا به خاطر اتفاق و اتحاد دورم جمع شده و اتحادیتان تقویت نمایید و به دور اتحادیتان بسیج شوید. امروز خانم فاطمه فرمهای عضویت اتحادیه را با خود آوردن. عضویت اتحادیه صرف $5 مانع می باشه و در مقابل از او شما بنفیت‌هایی است که بعداً براتون اعلان میکنیم میگیرین
و ما در خدمت شما هستیم. اتحادیه از همگان است. یک اتحادیه است که با قوم، حزب، سازمان سیاسی و منطقه مربوط نیست. یک اتحادیه همگانی است. شرط و شرایط به خاطر عضویت وجود نداره. هر خواهر و برادر ما و هر کسی که از افغانستان است، حتی هندوها و یهودای ما که در اینجا من چند تاشو میشناسم، در این اتحادیه ویلکم هستند و ما امیدوار هستم که در بسیج شدن هموطنان همه ما سهم بگیریم تا بتانیم یک کمیته، یک اتحادیه قوی داشته باشیم تا بتانیم از هویت، زبان و دین مقدس اسلام به شکل درستش پشتیبانی کنیم و نگهداری بکنیم. از توجه همتان تشکر و بازم فاطمه خانم فرمای عضویت داره. اگر کسی ضرورت داشته باشه میتونن بگیرن و همچنان اخبار اتحادیه نو از نشر بیرون شده و دانه دروازه هم است، میتونن از او به قیمت $2 خریداری کنین که یک گونه اقتصادی برای نشر اخبار آینده باشه. از توجهتان یک جان تشکر. سال نو خوش و خوب داشته باشید. من در این بخش برنامه لازم دیدم یک چند فرد از شعرای شیرین کلام حوزه تمدنی پارسیگوی براتون بیارم در اینجا. همین اینا اسنادی هستند که تایید میکنه تاریخ باستانی بودن نوروز. مولانای بزرگ میگه ای نوبهار عاشقان، ای نوبهار عاشقان، داری خبر از یار ما، از تو آبستن چمن، وی از تو خندان باغ ما. حافظ شیرین کلام در مورد نوروز چنین میگه خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ سعدی میگه آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار. آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار. هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است. خلیلی میگه آمد بهار جانفزا، با بویها، با رنگها، با گریه ها، با خنده ها، با صلح ها، با جنگ ها. و حالا در این قسمت برنامه از آقای رضا سنا خواهش میکنیم تا مطلبی را که در نظر دارن در مورد نوروز برای شما بیان کنند. تشکر. بسیار سلام و فراوان درود به نازنین خانم هایی که در جلسه حضور دارند و گرامی آقایانی که در محفل شاد و خندان میبینیم شما. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرحال باشین و زندگی و کامتان همچنانی که شیرین است گوارا هم باشین. به هر حال عرض کنم خدمت شما که اجازه بدین سال نو به همه هموطنان خود ما و مخصوصا دوستانی که در این جمع حضور دارن برشان تبریک و تهنیت عرض کنم و همچنان روز زن. البته ببخشید من میخوایم بگویم که سال زن به زن
و به خانم‌های عزیز تبریک میگم. این شیطنت مردها بوده که 364 روز اذان خود کردن و یک روز مخصوص زنها قرار دادن و ما میخوایم بگوییم که سال زن، همونطوره که اگر ما روز پدر داریم در برابرش روز مادر هم داریم، اما چرا اگر قرار بود که یک روز مال مردها می بود، خب مسلم این مساوی بود و حرف درست شایسته بود، اما بهتر است که گفته شود که سال زنها مبارک بارشون با همه روزها مال زنهاست. عرض کنم خدمت شما یکی از حسن اتفاقی که در برگزاری این محفل میبینم او این است که از دو جنس لطیف و پدیده لطیف در اینجا برگزار میشه و تجلیل میشه. جنس لطیف و پدیده لطیف. پدیده لطیف که بهار است و نوروز سرآغازش. عرض کنم خدمت شما که یک مسئله خیلی عجیب است که این جنس لطیف و که خانم‌های نازنین باشند و پدیده لطیف که نوروز باشد، اینها دشمن مشترک دارند. یک دشمن مشترک دارند و در هر جا که بوده با هر دوی اینها با بیمیری رفتار شده، همیش و در هر حالت این گونه بوده. شما میبینید که در گاهن در این تلویزیون و آن تلویزیون این مولوی و آن آخوند نسبت به عرض کنم خدمت شما که نوروز بیمیری میکنند و ما را از تجلیل او منع میکنند و همین ها هستند که در جای جای افغانستان زن سنگسار میکنند. همین گروه ها. پس بهار و نوروز و زن دشمن مشترک دارد که همونطور دوست هم مشترک دارن. اینها دوستان مشترک و دشمنان مشترک دارن. دوستانشان کسانی که فریختگانن، اینها دوستایشان است و دشمنانشان هم که مشخص و اویداست که گروه های که با زن ستیزن و با زنها در جدال بودند و هستند و من نمیدانم که دلیلش چی است. خب از این منظر که بگذاریم، اجازه بدیم که اول دین خود نسبت به نازنین خانم ها ادا کنیم و بگوییم که بهار در مورد اینها چی گفته. البته ملک الشعرای بهار، ملک الشعرای بهار شعر داره که من بخشایش میخوانم چون طولانی است و نمیخوام که شما را خسته کنم. میگه که جوانبخت و جهان آرایی ای زن، جمال و زینت دنیایی ای زن. جوانبخت و جهان آرایی ای زن، جمال و زینت دنیایی ای زن. صدف خانه است، صدف خانه است و صاحب خانه غواص. تو در وی گوهری یکتایی ای زن. تو یکتا گوهری در درج خانه، و از آن بیتر که گوهرزایی ای زن. به خاطر که ممکن است دوستا بعضا با واژه ها مانوس نباشند، درج اون صندوقچه‌ای را میگن که خانم ها باش لوازم آرایش و گاهن داخلش به حساب جواهرالات خود در داخلش میگذارن، او را درج میگن. تو یکتا گوهری در درج خانه، و از آن بیتر که گوهرزایی ای زن. تو در حین لطافت زورمندی، تو هم گوهر تو هم دریایی ای زن. چون مغز اندر سر و چون اوش در مغز، بجا و لایق شایانی ای زن. تو نوری دیده روشندلانی، از ایرا در خور درباری ای زن. طبیعت خود چکان پرز لفظ است، تو در آن الفاظ را معنایی ای زن. تو آن الفاظ را معنایی ای زن.
خطا گفتم تالی که در باغ نیکویی، چو گل پاکیزه و زیبایی ای زن. خطا گفتم ز گل نیکوتری تو، که هم زیبا و هم دانایی ای زن. تو را حاجت به آرایش نباشد، تو را حاجت به آرایش نباشد، که خود پا تا به سر آرایی ای زن. نعیم زندگی را با تو بینم، امانا نور چشم مایی ای زن. خب این طولانی است و به همین مقدار اکتفا میکنیم انشالله، چون برنامه به این صورت شد. اما در مورد بهار عرض کنم خدمت شما که چون این در چند تا کشور تجلیل می شود نوروز، اما در چندین تا کشور این نوروز تجلیل می شود، اما فقط در 2 کشور تقویم این 2 کشور از این نقطه آغاز می شود، از بهار، از اول سال، اول نوروز این شروع میشه و این نشان میده که نیاکان من و شما انسان‌های کاملا فریخته و فهیم بودند و به تمامی عرض کنم خدمت شما که علم آن زمان اشراف داشتن و واقف بودن. به همین خاطر اینا توانستن که یک روز را انتخاب کنن به عنوان روز اول سال که بسیار هم متمایز است از روزهای دیگر. این روز بهش میگن که انقلاب فصول. دقیقاً در همین روز، در همون ساعت تحویل سال یک انقلاب به وجود میاد که بهش گفته میشه انقلاب فصول. و عرض کنم خدمت شما این خودش باعث یک افتخار است که ما باید به این افتخار شایان ببالیم که پدران ما چنین روز را به عنوان سال تعیین کرده. ما چند تا تقویم داریم، مثلا تقویم میلادی هست و تقویم قمری هست، تقویم چینایی است که هیچ کدامش در چنین روز صورت نگرفته، یعنی یک فصل جدید آغاز میشه و یک روز شادمانی. به این خاطر ما بابت این باید بر خود ببالیم. نوروز به نام‌های و اوصاف عید نوروز، جشن نوروز، فروردین، جشن بهار و امثال اینها اسم گذاری کردند و ما به این اسما میشناسیمش. به هر حال ما این را به عنوان مثل مردمک چشم خود باید از این نگهداری کنیم و این را به کوری چشمان کسانی که دشمن این مراسم هستند با نیکو شکلش تجلیل کنیم و همه در این روز شاد و شادمان باشیم. به هر حال به همین خاطر خلاصه مطلب، من بیشتر از این وقت عزیزان نمیگیرم. میخوایم بگویم که همه روزهای شما نوروز باشد و همه ساعات شما شاد و خندان. زنده و سلامت باشید. مژده‌ای دل که دیگر باره بهار آمده است، خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است. تشکر. در این قسمت از برنامه از خواهر عزیز ما خانم نجیبه جان احمدزی تقاضا میکنیم روی استیج تشریف بیاورن و شعر پشتویی که برای شما عزیزان در نظر گرفتن به سم و نظر شما عزیزان برسانند. به افتخار نجیبه جان تشویقشان کنیم. در عالم پرنده
دوبال زن و مرد است. در عالم پرنده دوبال زن و مرد است. با دو بال به اوج آسمان هر جا سر می شد کشید. یک بال اگر شکست دیگر پرنده نیست. یک بال اگر شکست دیگر پرنده نیست. مرغ شکسته بال گویا که زنده نیست. با عرض سلام و ادب خدمت هموطنان نهایت عزیز و نازنین خود، اجازه بدین که من هم به نمایندگی از کمیته زنای اتحادیه افغانای BC بهترین تبریکات خود نثار هر یک شما بسازم. از صمیم قلب برتان 8 مارچ روز همبستگی زنان سراسر جهان تبریک عرض می کنم و سال نو، بهار نو، نوروز باستان از صمیم قلب برتان یک بار دیگر تبریک میگم. از خداوند شادی و سلامتی برتان تمنا میکنم. شعر کوتاه پشتویی دارم خدمتتان تقدیم میکنم. امیدوار هستم که با توجه گوش کنین. خوب است که پشتو رو کمک بفهمین بهتر از کسایی که نمیفهمند. تشکر از توجهتان. زن افغان میگه، افغانش از وایی ستړی حوصله یمه سلګو سره ګډېږمه، ستړی حوصله یمه سلګو سره ګډېږمه، ښځه یم مور یمه اندېښنو سره ګډېږمه. رمز کې مې د خلقت ایمان نښې نغښتې دي، رمز کې مې د خلقت ایمان نښې نغښتې دي، خاوره خو څه نه یم چې ایرو سره ګډېږمه. رنګ یم د سندرې د غزل خوږ ترنم یمه، رنګ یم د سندرې د غزل خوږ ترنم یمه، زه ستا د دیوان شعر یم ستا ټپوس سره ګډېږمه. مننه، تشکر. پټه یم سپرغو کې د سکورو د درد تڼاکه یم، پټه یم سپرغو کې د سکرو د درد تڼاکه یم، لار کې د تقدیره سرو لمبو سره ګډېږمه. پیله یم د اوښکو، پیله یم د اوښکو ورکه لاره کې روانه یم، پیله یم د اوښکو ورکه لاره کې روانه یم، کړمه بدرګه د ژوند شیبو سره ګډېږمه. زه یوه تیږه یمه، زه یوه تیږه یمه، ګلابه تا چې ماته سره ګلان لیږلي دي نن، ګلابه تا چې سره ګلان لیږلي دي نن، زه یې ډالۍ په سرو سترګو منمه ګله، دغه ډالۍ دې زه په مینه ښکلومه ګله. خو خدا ومنه، خدا ومنه چې ماته اوس دغه احساس ورک دی، خدا ومنه چې اوس ماته دغه احساس ورک دی چې زه یوه ښځه یمه، یو نازک او ګلالی موجود یم. زه هغه مور ویم چې مې شتون چاته اړینه ګڼل، زه هغه مور وم چې شتون مې چاته اړینه ګڼل، د چا هم پت وم هم عزت ښکارېدم. خو اوس زه دا سپېڅلی نوم په ځان نه اخلمه، ما ځان ته یو بل نوم ټاکلی، زما نوی نوم کاڼې ده. زه یوه تیږه یمه پرته د ژوند سپېرو دښتو کې، زه یوه تیږه یمه پرته د ژوند سپېرو دښتو کې، چې په سر مې بلیږي د لمر هغه سوزانه شغلې، چې په سر مې بلیږي د لمر هغه شغلانه شعلې، چې له تاوه یې زه لمبه لمبه یم. ته که یې نه منې نو یو ځل باران شه ګله، ته که یې نه منې نو یو ځل باران شه ګله، ته که یې ومنې نو یو ځل باران شه ګله، ته که یې نه منې نو یو ځل باران شه ګله، زما د ژوند په سرو لمبو باندې راوورېږه، زما د ژوند په سرو لمبو باندې راوورېږه. زما یقین دی، زما یقین دی چې له هستۍ شتون به دې هېر شي درنه، چې زما یقین دی د هستۍ شتون به دې هېر شي درنه، چې که زما د شتون لمبې احساس کړې،
تو خوی او ازمایه یو زلی او ازمایه ز یو شزه یما ز یو تیگه یما ده توجه ندم مننه از توجهتان یک دنیا تشکر شاد و سلامت باشید. بهترین و شیرین ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استودیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلمبرداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. ساخت متفاوت ترین کلیپ های استودیویی یا فضای سبز با کیفیت فول HD، تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوباک، آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری، تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604 710 66 62 در تماس شوید. I don't know anyone that'd rather be awake at this hour. Give me those memories you keep inside your head, that's sweet and sour. I want your hand inside of mine, as long as we both got the time. It feels like living in a dream. Oh, I don't wanna wake up too soon. I wanna lay here in bed with you. And baby, don't rush, no need to go fast. Why don't we stay in and make it last? I'm sleeping, and I don't wanna get out of bed. Oh, I'm sleeping, I got my pillow on my head. Oh, I'm sleeping, I
Thank you. من از تمام عزیزایی که اینجا تشریف دارن تقاضا میکنم که یک بار دیگر برای جوان با استعداد و خوش آواز ما کف بزنن.